میذاره میره سراغ دو دسته دست از همونجا آزیر یا همون مال خود میدونه داشتم گاردش باز شد الان سعی میکنه که 4 امتیازی کنه اون که نتونه 4 امتیازی بزنه کاملا مواظب هست از اون دست مخالف و خوشبختانه نتونه 4 امتیازی اینجا برنده میگیره یه دو امتیاز دیگه میگیره شامل محمدآفرین موفق شد یه زیر خم بگیری از این گارد مردم میشه اما یه دونه امکانه اینجا یک بار دیگه یک حمله از کشتیگیر کشورمون از مچ پا رو ما رو خود میکنه اقدام میکنه و موفق میشه ایمار پای حریف خودشو در بیرون تو خاک کنه و این 2 امتیاز بگیره از حریف خودش کاشی 10 بر 5 میشه شامل محمدآفرین پای حریف خودش خارج میکنه و یک امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش حالا 10 بر 7 میشه 10 بر 50 ثانیه از کشتی باقی مونده 50 ثانیه رحمان ایزوکار بر نمیده رحمان در مای صد بقر زیر خم 4 امتیاز یه بار بزن دلاور یه بار میزنه یه بار اجرا میکنه دلاور کشورمون 15 بر 10 میشه کشتی طلای رحمان عموزاد در این کشتی که در سطح جهان و المپیک بود تبریک میگیم موفق شد حریف خودش رو شکست بده 10 امتیاز عقب باشی 17 بر 10 شکست بدی حریف خودت رو